چت جی پی تی، کلاود، دو تا از قوی ترین هوش مصنوعی دنیا، اما کاری هست که حتی نسخه های پولی 20 دلاری اونها هم از پسش بر نمیان. امروز میخوام کاری رو بهت یاد بدم که حتی این غول‌های هوش مصنوعی دنیا هم نمیتونن انجامش بدن، ولی تو کمتر از 2 دقیقه به صورت رایگان میتونی با گوشی خودت انجامش بدی. فارغ از اینکه شغل چی هست، دانشجویی، دانش آموزی، تریدری یا علاقه‌مند به یادگیری، دیگه قرار نیست برای دیدن یک فیلم 2 ساعته یوتیوب 2 ساعت وقت بذاری یا نگران زبان انگلیسیت باشی. تا انتهای ویدیو همراه من باش. خب بیایید اون ادعایی که اول ویدیو انجام دادم رو تست کنیم در مورد کلاود چت جی پی تی. یوتیوب رو باز میکنیم. اینجا یه فیلم 1 ساعته انگلیسی داریم. لینک رو کپی میکنیم، میبریم توی چت جی پی تی و از چت جی پی تی میخوایم این ویدیو رو انگلیسی آنالایز کن، به بخشای اصلی تقسیم کن و با دقیقه و ثانیه به فارسی لوان خلاصش کن. ببینیم جواب چی میشه. خب منتظریم. خب همونجوری که میتونید نوشته در حال حاضر یوتیوب برای ترانسکریپت محتوی ویدیو را از من قابل دسترسی نکرده. پس یعنی هیچی. حالا میریم با کلاود و بدون هیچ ابزاری از کلاود میخوایم این کار رو انجام بده. چی میشه فکر میکنید؟ چون یوتیوب صفحه محافظ از ربات نشون داده، امکان دسترسی مستقیم به رونوشت گفتار نبود. پس میبینیم که یوتیوب که کلاود و جی پی تی نمیتونن این قسمت به ما کمک کنند. اما ابزاری که به رایگان و بدون نیاز به هیچ افزودنی این کار رو برای ما انجام میده گوگل جمینای هست. بله، به خاطر اینکه هم جمینای و هم یوتیوب محصول گوگل هستند و جمینای دسترسی کاملی به کدها و زیرنویس‌های ویدیو داره. حالا بریم انجامش بدیم. خب همون گوگل جمینای رو باز میکنیم از روی مرورگر و همون کامنت رو براش مینویسیم. ببینیم چی کار میکنه. تادا! همونجور که میبینید گوگل جمینای ویدیو رو خلاصه کرد و بخش بندی و چیزی که خواستیم رو دقیقاً و همونجور که میخواستیم بهمون داد. و حتی نکته جالبترش اینه که میتونید دقیقاً ازش بخواید بگید توی این بخش در مورد چی صحبت کرده. مثلا میتونید بگید در مورد 10 دقیقه و 30 ثانیه توضیح بده، براتون کاملا توضیح بده که چه کاری انجام داده و در مورد چی صحبت کرده. آخر دیدید که برای دسترسی به بهترین محتوای دنیا نیازی به خریدن اکانت‌های دلاری یا حتی دونستن زبان انگلیسی نیست. این قابلیت روی گوشی اندروید یا آیفون شما و یا حتی کامپیوتر شما به راحتی قابل دسترسیه. من متن پرامپت رو پایین توی کپشن گذاشتم. یادتون نره ما رو فالو کنید.